با اینکه صدام گرفته بود نمیتونستم این مجلس با اینکه صدام گرفته بود نمیتونستم این مجلس روزه بخونم بعدی یه کمتر کن یه خاطری میاد بخون دلیتم خارج شد بسرم رو بخونم شاید تو جوون که رو به گناه میبرن نبرن بله گوش کن میل به روزه رو پیدا کنی خودت گریه میکنی گفتم اخوارا خواهی کنم قد کنم ولی یکی میاد میفرستم صدا بچه ها رو بکنم وای بسته گناه وای عرق خورد سلامات محمد آل محمد روزی شما لنسر خط صلی علی محمد آل محمد سومی شما لنسر خط محمد آل محمد همه رو با قبله باشید دست بالا الله آقا جواد داریم طرف سلامات دیگه سلامتی آقا جواد سلامات اللهم صل علی محمد آل محمد لال از دنیا داری سلامات بفه اللهم صل علی محمد آل محمد آل محمد دستاتون رو بلند کنید رو به خدا بشینید شاید سال دیگه من حقیر این مجلس نباشم دوستان کجا باشم تو بهشت کنار حوریای بهشتی باشم جای شما در رسولا حوریای بهشت های بهشتی کنارم جمع باشن وای چه میخورم از این میوه های بهشتی سلوات میفرستم لالا محمد آل محمد شاید سال دیگه شما رو از اون آسمون ها نگاه کنم در صفحه امیرالمومنین چه حالی میده جواد آقا داره قرآن میخونه از اون دور میبینمش میگم دایی جواد پارسال بودم روزه‌ای خوندم براتون اون جوانایی که دوربین دارن این مجلس فیلمبرداری کنن این خیلی قشنگ میشه سال که من نبودم بذارید تو فیسبوک همه لایکش مدام بودم که اهل بیت خواست سیدنی قرنی معروف این سرده مشتری گربه سال دیگه کنار پدر بزرگ میشینم ایشالله های گریه میکنم میگم بابجان کجا بوده اینورم آق محمد و اینورم مشتری خدا مجلس دیگر محمد سال محمد
دم به دم بر همه دم بر کنه رخدار محمد تمامی که بلندتر خط شد از سال محمد ناخب کشو احمد نه اینو حل میکنم اونایی که دوبلاژگرن دوبلاژر دیگه متاسفانه مسلم رو براتون بخونم نه علی آقا اون قسمتیش که یه بیماری عقل سالم واسه نشان میدید با ویلچر بیماری دیوار رفته بودم زیارت امام رضا یا علی ابن موسی رضا دیدم یه پیرزنی دستش زنی نمیدستن همه شنو کردن جلوی زرین رو گفتم حالا که دستش نمیرسه اون جوانایی که اون کنار محفل نشستن میارن میکنن این پیرزن رو بلندش کنن حاجت گفتم یا امروز خواستش که این مجلس با پای خودت میری بیرون یا نمیری خلاصه گفتن چی کارش کنیم مرشد گفتم این پیرزن رو بلندش کنیم پا نداره نمیتونه بلند شه گفتم بگیرید بلندش کنید محکم بکنید ای خدا ای خدا گفتم گفتم به درک جالا همین مجلس فردا تو کربلا برای حالا اگه حاجت دارین دستاتون رو خدا کنین علی آقا حاج علی آقا امن یوزی بیا اما دستاتون رو بالا کنین دیگه اما نجیبه محترم ممنون نجیب همه با هم بگه اما نجیبه محترم ممنون نجیب ای خدا علی آقا شیمیایی ها علی آقا شیمیایی ها مریضای شیمیایی رو اون بالا داد زدن داداش دعاش کن گفتم خاک به سر بالا داد میزنی دعاش کن یه ورق بنویسه باشو فامولاتون رو بگید باشو باشو علی ازه علی آقا مستمرها تکایی وام میخوان اونایی وام میخوان اونایی که وام میخوان باید اول زامناشان رو جور کنن بعد کفشا آهنی بپوشن با بابجانشان از زیر خاک در بیاد بعد وامشان میدن حالمون نیمده از آقا آقا رحمت